اللهم انت ربی، پروردگارا تو رب منید. معنیش اینه که من غیر از تو هیچ خدایی ندارم، اما تو غیر از من بندگان دیگر دارید. دنباله سید الاستغفار لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق نیست به جز توی پروردگار. اعتراف دوم، چقدر خدا این اعتراف رو دوست داره. بعد میگه خلقتنی. این ترتیب این کلمات نگاه کن چقدر زیباست. بعد که میگه اللهم انت ربی، تو رب منید، بعد میگه لا اله الا انت، بعد میگه خلقتنی. سبحان الله، تو مرا از عدم به وجود آوردید. خلق ایجاد بعد از عدمه. تو اجازه دادید من ایجاد بشم،